شنوندگان گرامی، تقدیم شماست برنامه خاک وطن از کانال شامگاه دوشنبه در موضوع یادگاری سرازم. کشف شهرک قدیمه سرازم را در منطقه شمالی آسیای میانه کامیابی برجسته 10 ساله های آخری علمی باستانشناسی حسابیدن ممکن است. خارقه سرازم در خود پیدایش این باششگاه نوع جنوبی کشاورزی مقیمی در چنین منطقه شمالی نهفته است، چون که با کشف گردیدن آن مرزهای فرهنگ‌های قدیمی کشاورزی به سمت شمالی آسیای میانه خیلی گسترش یافتند. سرازم به معنای سر زمین 15 کیلومتر در طرف غربی شهر پنجکه در سمت راه ماشینگرد سمرقند قرار دارد. مساحت سرازم زیاده از 100 گکتار زمین را در بر می‌گیرد، اما در نتیجه ساختمان 3 دهه بالا سرازم 30 گکتار باقی مانده است. سرازم سال 1976 با شرافت بازیافت تبر برنجی از جانب اشورعلی تایلان کشف گردید. اشورعلی تبر را به باستانشناسی تاجیک عبدالله جان اسحاقوف نشان داده و سرازم کشف کرده می شود. از سال 1976 افریاد در سرازم آغاز می یابد و تا حال ادامه دارد. حیات در سرازم از میانه 1004 تا میلاد سر شده تا نیمه 1002 پیش از میلاد دوام یافته است. 21 سپتامبر سال 2000 سرازم به ممنونگاه تاریخی باستانشناسی اعلان گردیده است و 31 ایولی سال 2010 به فهرست میراث فرهنگی عمومی بشری یونسکو داخل کرده شده است. گرانترین بازیافت سرازم باستان این قبر ملکه سرازم می باشد و چنانه که به شما معلوم گردیده است 5500 سالگی سرازم قدیم 12 سپتامبر سال روان جشن گرفته می شود که در آن نمایندگان چندین دولت ها اشتراک خواهند نمود. همین طور شهرک سرازم را مرکزی حیرت انگیز پیدایش و رشد تمدن قوم های آریایی می باشد.